به نام خدا. سلام دوستان نازنینم، وقت بخیر. امیدوارم عالی باشید. خیلی خوشحالم از اینکه امشب این توفیق با من رفیق راه شد تا در خدمت شما دوستان نازنینم باشم. اولین اسلایدی که براتون آماده کردیم و به نظر من حتما از روش اسکرین شات داشته باشید دوستان نازنین من. حالا برای بعضیا دسترسی به اسلایدهای ما آسانه، ولی خب شاید بسیاری از دوستان این اسلایدها رو نداشته باشن. حتما توصیه میکنم این رو برای خودتون اسکرین شات داشته باشید. بسیاری از دانشمندان، بسیاری از بزرگان در دنیا بر این عقیدن که خود رهبری فرایندیه که طی اون فرد به سطحی از آگاهی رسیده که میتونه خودش رو کنترل، بهبود و توسعه ببخشه. این نکته‌ایه که شاید نیاز باشه ساعتها در موردش صحبت کنیم. یعنی خود رهبری اگر بخوایم خلاصش رو خدمت شما عرض کنیم، یعنی تو 3 کلمه بگیم، این که یه آدم بتونه چطور خودش رو کنترل کنه در ابتدا، یعنی تکنیک های رو یاد بگیره. تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم، این که میگیم خود رهبری یا همون بحث اولش کنترل، شاید نیاز باشه ساعتها در موردش صحبت کنیم. من تمام ترجیحم اینجا اینه که مهمترین نکات رو در لایف های آموزشیم خدمتتون عرض کنم. حالا آدم هایی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن به دایرکت ما مراجعه کنن. کتاب هایی رو هم در این حوزه بهشون معرفی میکنیم، یا اگر خاطرمون باشه در بعضی از شبها کتاب ها رو میاریم و همینجا لایو براتون معرفی میکنیم. اولین نکته که تو حوزه خود رهبری وجود داره اینه که یه آدمی که به خود رهبری رسیده میتونه خودش رو خوب کنترل کنه. این خوب کنترل کردن در شرایط مختلف زندگی و کسب و کاره. اولین، یعنی اگه یه آدمی خود کنترلی رو نداشته باشه 100% به اون خود رهبریه نمیرسه. چطور میتونه یه آدمی نتونه خودش رو کنترل کنه تو همه قسمت‌های زندگی؟ مثلا من یه دوستی دارم، حالا به طنز میگه ولی در نهایت توی زندگیش هم داره اجرا میشه. میگه من سفره میبینم دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم، وزن زیادی هم داره. و حالا ما میخندیم در لحظه، ولی این یه معضل بسیار بزرگه. اون آدم سفره میبینه، غذای چرب و نرم میبینه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، مهارت خود کنترلی نداره. اون آدم چیز دیگه ای، حالا خوردنی های دیگه ای که نمیخوایم اینجا اسمشون رو بیاریم، ببینه، نمیتونه خودش رو در اون حوزه کنترل کنه و مدیریت کنه. حالا شما حسابشو بکنید، من اگر نتونم خودم رو مدیریت کنم، من اگر نتونم زندگیم رو مدیریت کنم، من چطور میتونم سازمانم رو مدیریت کنم؟ من چطور میتونم آدمها رو رهبری کنم و به سمت اتفاق بزرگی سوق بدم؟ علت این که بسیاری از سازمان‌های نوپا، کسب و کارهای نوپا در لحظه شکست می‌خورن، یعنی به 1 سال، 2 سال، 3 سال که خیلی زیاده، نرسیده اون کار منجر به شکست میشه. میدونید چیه دوستان؟ این که اون آدم به مهارت خود کنترلی یا قبلش خود رهبری دست پیدا نکرده. بعد از اینکه اون آدم خود کنترلی رو داره، یعنی مثال تو محیط کار، من خاطرم هست، البته یه وقتایی تجربه به ما این رو آموزش میده. شما یه بار دیگه این اسلاید رو نگاه کنید. کسی که باید در ابتدا میگه کنترل کردن خودش، بعد بهبود خودش، بعد توسعه خودش. حالا برگردیم اینجا. من یک باری در سازمان خودم در برخورد با یک پرسنل حس کردم و به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم. اون زمان خود رهبری رو نمیدونستم، خود کنترلی رو نمیدونستم. شاید موضوع برمیگرده به 8 سال پیش. من اون زمان این رو نمیدونستم، ولی تجربه تلخی که داشتم به من آموزش داد که تو باید بتونی در لحظه خودت رو کنترل کنی. اگر اسم خودت رو مدیر میذاری، اگر اسم خودت رو رهبر اون سازمان میذاری، یعنی شما فقط سر سفره غذا نباید خودتون رو کنترل کنید، شما در عصبانیت هم باید بتونید خودتون رو کنترل کنید. توی کلاسام به بعضی از کلاس‌ها به دانشجویان عزیزمون گفتیم، مثلا من یه صحنه تصادفی رو دیدم، بچه‌ها شاید باورتون نشه، یه صحنه تصادفی که پیاده شدن از ماشین و یه سری ابزارالات جنگی همراهشون بوده، حالا به جز تفنگ، مثلا پنجه بوکس یا این نانچیکو، اصلا یه اتفاق عجیب غریب. وقتی از ماشین پیاده شدم و این گرفته بود دستش و اصلا آدم فکر میکنه خدای ما در این قرن داریم زندگی میکنیم، این آدم اصلا چاقو و پنجه بوکس و نانچیکو، اصلا خود چرا آخه اینا باید تو ماشینت باشه؟ یعنی اون آدم از پیش خودش رو آماده میکنه که تحت کنترل خودش نباشه.
شما دقت بفرمایید به خیلی از این قتل هایی که متاسفانه اتفاق میفته، وقتی صحبت میکنید، گفتگو میکنید با اون آدم ها یا در حالا مستندهای نگاه میکنید، میگن من اون لحظه نفهمیدم چیکار کردم، یعنی از کنترل خودم خارج شدم. خب آدمی که به خود رهبری برسه زندگی بهتری رو تجربه میکنه، آدمی که به خود رهبری برسه سازمان بهتری رو تجربه میکنه، حال بهتری رو تجربه میکنه، آینده بهتری رو تجربه میکنه. چون بسیاری از آدم ها در یک لحظه، در یک آن زندگیشون رو از دست میدن، کسب و کارشون رو از دست میدن. چرا؟ چون یک تصمیم اشتباه، چون یک امضای اشتباه، چون یک اعتماد اشتباه به یک آدم اشتباه داشتن و در نهایت نتونستن اونجور که باید و شاید به مسیر زندگیشون ادامه بدن. چرا؟ چون اون آدم خود رهبری بلد نبودن، چون اون آدم خود کنترلی بلد نبودن که بعدش به دنبال توسعه باشن، بعدش به دنبال بهبود برای خودشون باشن. پس گفتیم اگه اون آدمی به اون خود رهبری دست پیدا میکنه که به یک سطحی از آگاهی رسیده باشه که بتونه رفتار خودش رو کنترل، بهبود و در نهایت توسعه ببخشه. اما افراد خود رهبر به شدت توصیه میکنم از همه صفحات اسکرین شات داشته باشید، این توصیه منه به شما. افراد خود رهبر 3 تا آلارم بسیار مهم رو، 3 تا چراغ و 3 تا نور رو، 3 تا نشان، 3 تا حالا همون آلارم یا هر چیز دیگه رو بر خودشون همیشه روشن نگه میدارن. 3 تا هشدار بسیار مهم. اولین هشداری که میخوایم در موردش با شما صحبت کنیم اینه که آدم خود رهبر میدونه چه کارهایی رو قرار انجام بده. آدمی که به خود رهبری رسیده میدونه چه کارهایی رو قرار انجام بده. باز هم میگم آدمی که به خود رهبری رسیده میدونه چه کارهایی رو باید انجام بده. شما در طول روز، یعنی فردا صبح، یا اصلا بگذار امروز صبحی که از خواب بیدار شدید، آیا واقعا امروز صبح از خواب بیدار شدن میدونستن تکلیفشون چیه؟ آیا وارد فصل تابستون شدن میدونستن تکلیفشون چیه؟ آیا برنامه 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله زندگیشون و کسب و کارشون رو داشتن؟ آیا اومدن یک چارچوبی رو برای زندگی و کسب و کارشون مشخص کنن؟ آدم خود رهبر میدونه که قراره چه کارهایی رو انجام بده. هرچه پیش آید خوش آید در مسیر زندگی آدم خود رهبر وجود نداره. خیلی نکته مهمی بوده. هرچه پیش آید خوش آید در مسیر زندگی آدم خود رهبر وجود نداره، چون آدم خود رهبر معتقده و مطمئنه که اون خودش میتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. البته که این خودش میتونه تصمیم بگیره قطعا از مشاورین آگاه هم داره بهره میبره. دومین نکته‌ای که ما آدم خود رهبر میدونه اینه که اون کاری که قراره انجام بده رو چگونه قراره انجام بده، یعنی چگونگی انجام اون کار رو هم میدونه. اون کاری که آدم خود رهبر میخواد انجام بده میدونه به چه شکلی باید انجام بده، میدونه به چه شکلی باید انجام بده. یعنی الان من دارم به صورت لایو استریم برای شما این برنامه زنده رو اجرا میکنم، میدونم به چه شکلی باید انجام بدم. علل حساب میدونم این لایوی که ما به این شکل داریم تقدیم شما میکنیم 1 نفره امکان پذیر نیست. ما باید با جمعی از همکارامون خدمت شما باشیم، چون معتقدیم که الان در این کلاس قرار داریم. پس میدونیم چه کاری رو قرار انجام بدیم، میدونیم به چه شکلی باید انجام بدیم. آدم خود رهبر اگر تصمیم میگیره یک کاری رو انجام بده، اگر بلد نیست، اگر تو اون حوزه حرف برای گفتن نداره، میره و یاد میگیره، میره و براش زمان میذاره، میره و اتفاقات بزرگی رو تو اون مسیر برای خودش و برای زندگیش رقم میزنه. و سومین نکته ای که وای خدای من چقدر این نکته مهمه، چقدر مهمه، چقدر مهمه، چرایی اون رو میدونه. گم شده زندگی بسیاری از انسان‌ها تو مسیر زندگیشون همینه، چرایی اون کار رو میدونه. دانستن دلیل برای انجام هر کاری دوستان نازنین من بزرگترین عامل ادامه دادن و رسیدن به اون مقصد. بذارید یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم. دانستن یک دلیل برای انجام یک کار، دلیل اصلی، بزرگترین عامل ادامه دادن و رسیدن به اون مقصد. چرا این رو برای شما گذاشتیم؟
چرا بعضیا میرن و پشیمون میشن، بعضیا میرن و میبرن، بعضیا میرن و کم میارن، بعضیا میرن و ادامه نمیدن، بعضیا میرن با اولین دست انداز، بعضیا میرن با اولین نگرفتن و نشنیدن یک مجوز پس میزنن و بازی رو کلا خراب میکنن یا به تعبیر زیر میز میزنن. چرا؟ چون چرایی انجام اون کار رو نمیدونن. کسی که چرایی انجام یک کاری رو بدونه سر تا پا وای میسته، غیرتی وای میسته. چرا؟ چون چرایی انجام کارش رو میدونه. بزرگی در دنیا میگه هر کس چرایی زندگی رو دانست با هر چگونگی خواهد ساخت. به این هر چگونگی دقت کنید. هر کس چرایی زندگی رو دانست با هر چگونگی خواهد ساخت. الان سوال مهم و نکته مهم اینجاست رفقا، آیا الان شرایط در مملکت ما سخت هست یا نه؟ همه بر این باوریم که سخته، دولت کشور ما هم بر این باوره که سخته. ولی این سخت بودنه یعنی ما بشینیم دست روی دست بذاریم و هیچ کاری انجام ندیم چون شرایط سخته؟ یعنی بشینیم و قصه بخوریم، بشینیم و نابود شدن کسب و کارمون رو ببینیم، بشینیم نابود شدن خودمون رو ببینیم، بشینیم نابود شدن اهدافمون رو ببینیم، بشینیم نابود شدن برنامه‌هامون رو ببینیم؟ خب از این که شرایط سخته بر کسی پوشیده نیست. یعنی یه آدم ناآگاه هم الان میدونه که شرایط سخته چون داره بهش فشار میاد. حالا من تو این شرایط سخت چطور میتونم برنده باشم؟ چطور میتونم طاقت بیارم؟ چطور میتونم ناامید نشم؟ چطور میتونم وایسم غیرتی پای اهدافم؟ چراییه. دانستن چرایی زندگی شما که این چرایی کار من، چرایی زندگی من، چرایی هدف من چیه؟ این چراییه میتونه وزن و عیار به من بده، میتونه وزن و عیار به سازمان من بده، میتونه وزن و عیار به آینده من بده. این که من بدونم چرایی زندگی من چی. حالا آدمی که میدونه چرایی زندگیش چیه یه عشق آتشین برای رسیدن به اون موضوع داره که همون جمله معروف که یک انسان با عشق آتشین اما توانایی متوسط به من بدهید تا از او یک قهرمان بسازم. عشق آتشین در مورد یک کار، عشق آتشین در مورد رسیدن به یک موفقیت. کی اون عشق آتشین رو داره؟ کسی که این نکته سوم رو میدونه، چرایی زندگیش رو میدونه. دانستن اون چرایی دوستان عزیز من بزرگترین عامل برای رسیدن و ادامه دادنه. اینا نکاتیه که به شدت میتونه مسیر زندگی و کسب و کار شما رو عوض کنه. اما بریم جلوتر. ما 11 اسلاید بسیار عالی امشب برای شما آماده کردیم. برسیم به اسلاید شماره 5. مراحل فرایند خودرهبری رو خیلی کوتاه اینجا میخوام براتون توضیح بدم. انشاءالله اگر توفیق بشه در آینده نزدیک مفصل در مورد این موضوع باز هم برای شما لایو برگزار خواهیم کرد. یعنی قطعا این پخش زنده رو ادامه خواهیم داد. اولین نکته برای ما درک و شناخت. باز هم توصیه میکنم از روی این عکس داشته باشید لطفا. درک و شناخت. دومین نکته که باید در موردش صحبت کنیم این مقایسه است. سومین نکته کاهش فاصله و چهارمین نکته رفتاره. احتمالاً موضوع الان برای شما شاید کمی گنگ به نظر برسه. این 4 تا مرحله رو میخوایم با هم بررسی کنیم. برسیم به مرحله اول، یعنی اولین اقدامه. مرحله فرایند خودرهبری درک و شناخت صحیح موقعیتیه که من یا شما در اون قرار داریم. دوستان نازنین من، درک و شناخت موقعیتیه که من و شما توش قرار داریم. خب بیایم اینجا. آدمی که میخواد به خود رهبری برسه، آدمی که میخواد بهتر، شایسته تر بتونه مدیریت کنه خودش رو و سازمانش رو، باید ابتدا بدونه که درک کنه که الان در چه جایگاهی وجود داره. اولین نکته اینه، کنار اون نکاتی که روی پاورپوینت دیدید اینو یادداشت کنید. شفافیت در خود رهبری خیلی مهمه. همه مطلب رو من تو پاورپوینت براتون نمیذارم. یه جای این حرفه رو باید شما بگیرید، این نکته اصلیه رو باید بگیرید. شفافیت به شدت مهم و حائز اهمیت. یعنی تو باید به یه درک و شناختی نسبت به خودت و جایگاهی که امروز داری دست پیدا کنی، نه توهمی که فکر میکنی توش هستی. یعنی من حامد سهرابزاده امروز در چه جایگاهی هستم
و در آینده حالا تو اسلایدهای بعد بهتون میگم میخوام به چه جایگاهی برسم، زمانی میتونم بفهمم که به چه جایگاهی میخوام برسم که بفهمم امروز الان در چه جایگاهی هستم. یعنی الان ساعت 10 شب، من حامد سهرابزاده تو محیط کارم هستم، از خودم سوال میکنم درک و شناخت تو از جایگاهی که امروز توش قرار داری چیه؟ اینکه دیگران چه درک و شناختی دارن خیلی مهم نیستا، در بحث پرسونال برند نمیگم. اینکه دیگران ممکنه شما رو از جایی که هستید خیلی بالاتر بدونن یا از جایی که هستید خیلی پایینتر بدونن. شما خودت با خودت شفاف باش. گفتم آدم خود رهبر با خودش شوخی نداره. با خودت شفاف باش. اگه میخوای به خود رهبری دست پیدا کنی، اگر میخوای به اون کنترله، اگر میخوای به اون بهبوده، اگر میخوای به اون توسعه دست پیدا کنی، تو باید الان بدونی که جای و جایگاه تو در زندگی کجاست. در دوره جفت‌شیش، حالا عزیزانی که اینجا هستن و تو دورم کنار ما هستن، مهمترین سوالی که ما نزدیک به 8 ساعت روش صحبت کردیم اینه که آیا جای و جایگاه ما در زندگی درسته؟ این سوال رو شما لطفاً از خودتون بپرسید و اگر درست نیست چرا شما دنبال نتایج بهتر و جدیدتر و جالبتری از زندگی هستید؟ این سوال رو من خودم باید بپرسم. حامد سهرابزاده، آیا جای و جایگاه تو در زندگی درسته؟ اولین قدمی که گفتم باید در موردش صحبت کنیم، این درک و شناخت نسبت به خودت پیدا کردی؟ اگر میدونی درسته که خب ادامه میدی، اگر نادرسته میشینی ادیت میکنی، میشینی اون رو مورد عنایت قرار میدی، میشینی تحلیل میکنی، میشینی اون رو 2 تا 4 تا میکنی و اصلا هم تو این 2 تا 4 تا با خودت شوخی نداری. کاش ما زمان بیشتری داشتیم میتونستیم بیشتر در مورد اینها با شما صحبت کنیم. دومین قدم، دومین مرحله که باید بری اینه که بعد از انشاءالله شناخت و درک، مرحله مقایسه موقعیت‌های فعلی خودته با استانداردهای مورد نظر خودت. این استانداردها قطعاً با توجه به موقعیت‌های مختلف آدم‌ها، موقعیت مختلف تو، چه در زندگی چه در کسب و کار، قطعاً با هم متفاوته. ببینید هر آدمی استانداردهای خاص خودش رو داره. این نکته خیلی طلاییه. خیلی طلاییه. هر آدمی استانداردهای خاص خودش رو داره. اصلا ما اینجاییم که یه سری استانداردهایی برای خودمون و برای شما بسازیم و استانداردهای من ممکنه با استانداردهای توی بیننده عزیز من متفاوت باشه. یعنی ما با توجه به استانداردهایی که برای خودمون تو مسیر زندگی مشخص میکنیم قابلیت هامون رو افزایش میدیم، مهارت هامون رو افزایش میدیم. یعنی یه آدمی که به قابلیت رشد دست پیدا کرده چون استانداردهای بالایی رو برای خودش تعریف کرده. آدمی که میخواد رشد کنه یه سری استانداردهایی رو برای خودش تعریف میکنه و در چارچوب اون استانداردها رشد میکنه. باور بفرمایید انقدر بعضی از این مطالبی که میگم سرنوشت سازه، انقدر مهمه که شاید نیاز باشه مثلا 10 ساعت دوره آموزشی ما طی کنیم. برای اینکه همین که متوجه شیم آقا این استاندارد من در زندگی چیه، این چرا من تا امروز برای خودم استانداردهایی رو مشخص نکردم. اصلا یکی از دلایلی که من توی زندگی رشد نمی‌کنم اینه که استانداردهای درستی رو برای خودم تعیین نکردم. قابلیت‌های خودم رو با توجه به اون استانداردها افزایش ندادم. استانداردهای خودتون رو باید مشخص کنید و بریم سومین قسمت رو با هم ببینیم. این در سومین مرحله ببینید اینا کاملا به ترتیبه. یعنی شما باید به درک و شناخت رسیده باشی، مقایسه موقعیت خودت با توجه به اون استانداردها. حالا وقت اونه که ما این کاهش فاصله رو انجام بدیم. در همون خط اول ملاحظه بفرمایید زمانی که فرد تلاش خود رو برای کاهش فاصله بین موقعیتی که الان توشه و اون استانداردها میخواد انجام بده. یعنی من امروز شاید موقعیت و قابلیتام خیلی قابل قبول نباشه ولی یه سری چیزایی رو برای خودم تعریف کردم و تو این سومین مرحله دقیقاً میخوام این کار رو انجام بدم. تلاش برای تغییرات در رفتارها. بچه‌ها این رفتارها رو کنارش زبدر بزنید، مهم و خیلی مهم. تلاش در تغییراتی که در رفتارهای وی پدیدار می شود. آخ چقدر اینا مهمه. برگردید بیاید اینجا من خدمتتون باشم.
اگه میخوای این کاهش فاصله اتفاق بیفته دوستان نازنین من، بعد برگردیم به اینکه ببینیم من الان در چه وضعیتی هستم و میخوام در چه وضعیتی قرار بگیرم، یعنی چقدر اون استانداردها رو بالاتر ببرم. شما از اینجای میز رو دیگه فکر کنم نمیبینید، تا اینجا رو میبینید و میخوام چه استانداردهایی رو برای خودم مشخص کنم. این کاهش فاصله زمانی ایجاد میشه که من رشد کرده باشم، به استانداردهای خودم نزدیک شده باشم. حالا یه نکته مهم تو پرانتز بهتون بگم اینه که برای اینکه اصلا بفهمیم این استانداردهایی که برای خودمون مشخص کردیم درسته یا نادرست، باید از یه آدم آگاه کمک بگیریم. ما باید از یه آدمی که در اون مسیر، در اون سطحی که ما میخوایم بریم 2 تا پیراهن اما بیشتر پاره کرده کمک بگیریم. ما قطعا نقش الگو رو در زندگی شما کمرنگ نبینید. یعنی علل حساب میخوای تو حوزه خود رهبری کار کنی، تو حوزه خود رهبری تلاش کنی، باید یه سری الگوهای درست رو برای خودت انتخاب کنی. یه وقتایی ممکنه تو از اون الگوه مشاوره نگیری، ولی میبینی اون آدم تو اون مسیره داره میره و تو هم کم کم تو اون مسیره راه خودت رو پیدا میکنی. اون آدمی که به اون خود رهبری رسیده باشه دوستان نازنین من. پس یه استانداردی رو بر خودمون مشخص کردیم و حالا میخوایم بریم به سمت اون که کاهش بدیم اینکه این جایگاه من و جایگاهی که میخوام توش برسم تو حوزه خود رهبری. تو قسمت 4 این رفتارهای اون آدمه که اومده به حوزه خود رهبری داره تو این وادی پاشو میذاره، به اون رفتارها بر موقعیت اون فرد تاثیر میذاره. یعنی یه سری رفتارها، عادتها، استانداردها، قابلیت‌هایی رو من حامد سهرابزاده اضافه کردم. بچه‌ها این رو حتما اسکرین شات داشته باشید. اضافه کردم. حالا این چرخه‌ایه که در نهایت مدام هر روز به قول آقای جان سی مکسول every day برای اون آدم قرار مستمر تکرار بشه و در نهایت این مستمر بودن باعث بهبود اون آدم میشه. و یادتون باشه که اگه اون چراییه رو بذارید بریم اون اسلایدر رو یه بار دیگه براتون بیارم اینجا، چون خیلی مهمه. یه عده شاید تازه به جمع اضافه شده باشن. این اسلاید رو یه بار دیگه ببینید. این 4 مرحله انسان شایسته کسیه که از دانش به مهارت و از مهارت به توانایی رسید. جفت 6 دوره‌ای برای قوام و دوام کسب و کار و زندگی شما. مدرس حامد سهرابزاده، متخصص رشد و توسعه. سرفصل‌های کلیدی، محتوای ارزشمند، مشاوره اختصاصی، دیدار با کارآفرینان برجسته کشور تنها بخشی از دستاوردهای شما در این دوره خواهد. جفت 6 یک دوره برای یک عمر. نمیفته مگر اینکه قبلش این 3 تا رو شما بدونید دوستان نازنین من. این 4 مرحله اتفاق نمیفته مگر اینکه این 3 تا رو شما بدونید. مهمترین، حالا این 3 تا که هر 3 تا مهمه، در نهایت این سومیه قرار کار رو برای شما ببند. چیه این سومیه؟ چراییه. این چراییه باعث میشه که شما استانداردهای بهتری رو برای خودتون تعریف کنید. این چراییه باعث میشه که شما بتونید در زندگی مسیر بهتری رو برید و اگه این چراییه نباشه در نهایت اون اتفاقا و اون دستاوردها و این 4 مرحله که یه بار بذارید اینجا با هم بریم یه بار این 4 تا رو با هم ببینیم که اولیش درک و شناخت بود، 2 مقایسه موقعیت ما بود و سومین قسمت این بود که من مقایسه کردم چیزی که هستم و چیزی که میخوام باشم در حوزه خود رهبری، یعنی میام به دنبال کاهش فاصله هستم و در نهایت تو مرحله 4 میگم این رفتارهای منه که رفتارهای بهتر، شفافتر، قابلتری رو برای خودم میسازم که در نهایت بتونم سطح قابل قبولتری رو تجربه کنم و انشاءالله به این مسیر خود رهبری دست پیدا کنم. و اما 10مین اسلاید ما قبل آخر 5 ویژگی افراد خود رهبر رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. 5 ویژگی افراد خود رهبر رو بذارید اینجا با هم بررسی کنیم. اولین ویژگی اون، یعنی این آدم اومده اون 3 تا کار رو انجام داده، اون 4 مرحله رو طی کرده، حالا رسیده به این 5 ویژگی. اولین ویژگی نظم دوستای نازنین من. نظم.
اینکه جوراب تو هر شب بشورید، اینا چیزایی بود که تو مدرسه تو ابتدایی بهمون یاد دادن. اینکه ناخوناتو به موقع بگیری، موهاتو به یه میزان کوتاه کنی، مثلا هر روز حمام کنی، منظور ما نیست. یه سری نظمی که یک مدیر، یک انسان درجه یک انسانی که در این قرن داره زندگی میکنه باید بلد کار باشه. مهمترین گمشده، یعنی یکی از مهمترین گمشده‌های زندگی امروز ما اینه که آدمی نیستیم که انضباط درستی داشته باشیم. به خودم عرض میکنم، انضباط درست، نظم، اینکه بدونم چه کاری رو کی، کجا، چه وقت، با چه کسی باید انجام بدم. این سوالا رو از خودمون نپرسیدیم. دومین نکته‌ای که به شدت مهمه و من دیروزم در موردش تو فکر میکنم 5-6 استوری 15-20 ثانیه‌ای صحبت کردم، اعتماد به نفس بالا بود دوستان. اعتماد به نفس بالا بود. یعنی یه آدم خود رهبر، یه آدم که امروز میخواد تو این جامعه حرف برای گفتن داشته باشه و این اعتماد به نفس رو نداشته باشه، به نظر شما اصلا میتونه اتفاق خاصی رو رقم بزنه؟ اعتماد به نفس بالا. یکی دیگه از راههایی که شما میتونید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید رفقا، اینه که در جمعی باشید، کنار آدمایی باشید که اونها اعتماد به نفس بالایی رو دارن تجربه میکنن. آدمی که امروز تو این مسیر زندگی، تو این دنیای به شدت علمی اعتماد به نفس نداره رفقا، خیلی چیزا رو میبازه. آدمی که امروز اعتماد به نفس نداره، چه در زندگی شخصیش چه در حوزه‌های دیگه، حرف برای گفتن نداره. راه‌های زیادی من اومدم تو چند تا استوری ویژگی‌هایی که انسانی اعتماد به نفس داره، ویژگی آدمی که اعتماد به نفس نداره، یعنی اعتماد به نفسی که کجا رو عزت نفسی که کجا رو اعتماد به نفس، اون تأثیری که باید شاید اون میذاره. البته که خیلی از این چیزا رو بعد ما تو کودکی تو مدرسه یاد میدادن و متاسفانه یاد ندادن. حالا در موردش صحبت کردم و ان شاء الله آیندهم در موردش صحبت، یعنی من یه سری سلسله لایف‌هایی رو تو حوزه اعتماد به نفس براتون برگزار خواهم کرد. سومین ویژگی اینه که اون آدم خودآگاهه. بچه‌ها این رو هم حتما از روش عکس داشته باشید. این آدم خودآگاهیه. چهارمین ویژگی اینه که دارای رهبری زمانه. رهبری زمان. خیلی جاها ما حالا در مورد خودآگاهی که امروز کمی صحبت کردیم، ترجیح دادم ازش رد بشم. رهبری زمان رفقا میتونید یعنی چی؟ یعنی که ما همین الان در اون 3-4 دقیقه آخر به شدت حواسمون بود که رأس ساعت 9:30 شروع کنیم. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم، آدمی که میخواد به خود رهبری، خود کنترلی، بهبود و توسعه، رسیدن به استانداردهای بالاتر، قابلیت‌های بالاتر دست پیدا کنه، باید رهبری زمان رو بلد باشه. اینکه بتونه از زمان خودش سرمایه بسازه. موضوعی که باز هم دارم تو دوره جفت‌شیش مفصل در موردش با دوستان صحبت میکنم. آدم، انسان، مدیر درجه یکی از مهمترین کارش اینه که از زمان خودش سرمایه خلق کنه. در زمانتون با هیچ آدمی تو مسیر زندگی و کسب کارتون شوخی نداشته باشید. هر آدمی که داره زمان شما رو از شما میگیره، شما باید جلوش وایسید. چون مهمترین دارایی که شما دارید، مهمترین دارایی که یه انسان خود رهبر داره، زمانشه. این زمان رو در اختیار آدم‌هایی که در سطح و اندازه شما نیستن قرار ندید. دزدان زمان زیادن. من بهتون قول دادم حتما در مورد بحث رهبری زمان باتون صحبت میکنم. برید دزدهای زمان شما در زندگی ببینید کیان، دزدهای زمان شما در کسب و کار ببینید چیان. ممکنه همین اینستاگرامی باشه که الان شما از طریق همین اپلیکیشن دارید به این لایو نگاه میکنید. اینستاگرام خیلی از ما دزدی میکنه، زمانمون رو دزدی میکنه. اینستاگرام یکی از بهترین اپلیکیشناییه که بشر تونسته خلق کنه به نظر من. ولی خب هر چیز بهترین ممکنه در کنارش بدترین رو هم داشته باشه. مثلا اون مثال معروف چاقو دیگه، میتونیم باش میوه پوست بکنیم، میتونیم بزنیم خودمون رو بکشیم. و به معنای واقعی کلمه کسی که میخواد به خود رهبری برسه ولی مدیریت زمان نداره، یعنی نمیتونه با زمان خودش دارایی خلق کنه، اون آدم عقبیه و حالا نمیتونه به اون اتفاقی که باید شاید دست پیدا کنه. و در نهایت هفتمین مورد اینه که همراه و یاری رسانه. آدم خود رهبر همراه و یاری رسانه، یعنی همواره کنار آدمای مهم زندگیش، همواره کنار آدمای مهم کسب و کارش هست و حواسش به اونها هست و تحت هر شرایطی دوست داره در کنار اونها. ببینید این یکی از ویژگی‌های آدم خود رهبر.
یکی از من امروز برای شما 5 ویژگی رو آوردم، شاید میتونیم کنار این 5 ویژگی حداقل 10 ویژگی دیگه اضافه کنیم که اونا هم حائز اهمیته. ولی بدونید کسی که در نهایت این ویژگی ها رو داره، این آدم خودرهبریه و میتونه اتفاق بسیار خوبی رو تو مسیر زندگی و کسب و کارش رقم بزنه.